در زبان انگلیسی 12 زمان است و از این 12 زمان 3 زمانی هستند که آنها از همه سر استعمالند و اکثریت مردم تقریبا 60% نطق خود از این 3 زمان استفاده می‌برند. و امروز ما با شما یکی از این 3 زمان‌های سر استعمال در زبان انگلیسی می‌آموزیم و این زمان past simple است، یعنی گذشته عادی. رفتیم. سلام زبان آموزان، در این درس انگلیسی ما با شما آیدی زمان گذشته گام میزنیم، یعنی که زمان past simple. یکم ما سر میکنیم از کلمه هایی که ما این زمان را اشاره کرده میتونیم، یعنی در دل خواهجا وقتی که ما این کلمه ها را میبینیم ما علاقه از جمله یعنی که از این کلمه ها میفهمیم که این زمان گذشته است. یعنی یکم کلمه ای که این زمان را اشاره میکند این کلمه yesterday است. yesterday یعنی دیروز. در دل خواه جمله ای که کلمه yesterday وجود دارد اون جمله علاقه در زمان past simple است. یعنی که دیگر last week, last month, last year و اینها هم کلمه های اشاره‌ای زمان گذشته هستند. یعنی که the day before yesterday یعنی دیروز نه یک روز پیش، یعنی یک روز پیش. an hour, week, year ago یعنی یک ساعت پیش، یک روز پیش، یک ماه پیش، یک سال پیش، یعنی an hour ago, a year ago یک سال پیش. و وقتی که ما سالها را استفاده می‌بریم و سالهایی که از 2021 پایان ترند، مثلا in 1945 در سال 1945، یعنی که in 1992 در سال 1992، یعنی که in 2020 در سال 2020. در دل خواه جمله، در دل خواه حالتی که شما این کلمه ها را دوستان میبینید، این کلمه ها اشاره از آن است که زمان گذشته استفاده شده است. و اکنون دوستان میگذاریم با ساخت این زمان، یعنی جمله های تصدیقی، انکاری و سوالی در این زمان چگونه ساخته میشن و چگونه که ما میدونیم همه وقت ما یکم سر میکنیم از جانشین ها، یعنی اول میگذاریم جانشین ها رو I, you, we, my dog, سلیم، they، فرق ندارد کدام جانشینی که باشد و بعد از جانشین ما در زمان گذشته در جمله های تصدیقی ما یا از فعلی نادرست استفاده میبریم یا که از فعلی درست، یعنی irregular verbs و regular verbs که ما بعداً با اونها برمیگردیم و بعد از اون ما اون کلمه رو خودش رو میمونیم. یعنی اگر فعلی نادرست باشد ate میمونیم، یعنی ate این فعلی نادرست است، یعنی I ate breakfast، من نهاری کردم، یعنی که سلیم ate breakfast، سلیم نهاری کرد. We ate breakfast، ما نهاری کردیم. نواسته از جانشین که در اینجا شما میبینید آن را ما استفاده میبریم بعد از آن در حال کلمه که فعل در زمان گذشته میاد، یعنی ate. و اگر از فعلی درست استفاده بریم، یعنی مثال سلیم worked hard، سلیم سخت کار کرده بود، یعنی در زمان گذشته در وقت پیش. یعنی که my dog worked hard، سگ من سخت کار کرد و خوب کار کرد. این بود دوستان وارانتی ساخت جمله های تصدیقی و اکنون میگذاریم با جمله های انکاری. یعنی در جمله های انکاری ما از فعلی یا دهنده دو استفاده میبریم و حصه‌چه انکاری not. مثلا I یعنی که you یعنی که مراد، فرض کردیم مراد did not work hard، مراد سخت کار نکرد. did not در وارانت انکاری زمان گذشته همچون فعل یا دهنده میاد و ما باز هم این را didn't هم میگوییم، یعنی didn't work hard، وای سخت کار نکرد. یعنی که you didn't work hard، تو سخت کار نکردی. یعنی که I didn't work hard، من سخت کار نکردم. یعنی در دل خواه حالتی که شما جمله انکاری دارید، شما هم وقت بعد از جانشین did و حصه‌چه انکاری not رو میمونید، یعنی did not یا اینکه didn't. و در جمله های سوالی وقتی که شما میخواهید سوال دهید، فعل یا دهنده did پیش از جانشین میاد، یعنی اول ما میبینیم did و بعدا جانشین و بعدا فعل. مثلا did my cat eat a lot، آیا گربه من بسیار خورد؟ یعنی که did ستاره eat a lot، آیا ستاره خوراک بسیار خورد؟ یعنی که did I eat a lot، آیا من خوراک بسیار خوردم؟
یعنی همه اینها در زمان گذشته است و فعل یاری دهنده و اساسی که برای ما کمک میکند تا سوال دهیم در زمان گذشته این فعل دید است. یعنی دید پیش از جانشین میاد و بعدا ما فعل رو میمونیم. یعنی دید، جانشین و فعل. و دوستان اکنون ما میگذاریم با آموزش فعل to be در زمان گذشته. یعنی فعل to be در زمان گذشته چگونه ساخته میشود و اون رو ما چگونه استفاده برده میتونیم. در ورایت فعل to be نیز ما جمله های اینکوری داریم، سوالی داریم و تصدیقی داریم. در ورایت تصدیقی ما اول میگذاریم جانشین رو I, you, he, my friend و بعدا فعل to be در زمان گذشته میشود was. یعنی is تبدیل میشود با was. یعنی I, you, he, she, my friend was there 2 days ago. یعنی ما در آنجا 2 روز پیش بودیم. و اگر شکل جمع باشد یعنی we, you, they ما were میگیم. were یعنی W-E-R-E می نویسیم were می نویسیم و ما آن را were میخونیم were. یعنی we were there 2 days ago. ما در آنجا 2 روز پیش بودیم. یعنی I was there 2 days ago. We were there 2 days ago. و در ورانت اینکوری نگاتیو I, he, she, it تومان was و جمعی حسچه اینکوری not. یعنی I was not یا اینکه wasn't میگیم ما wasn't شکل کوتاهش wasn't. یعنی I wasn't there 2 days ago. من 2 روز پیش در آنجا نبودم. و در ورانت شکل جمع you, we, they were not یعنی we weren't there 2 days ago. We were not there 2 days ago یعنی ما 2 روز پیش در آنجا نبودیم. و در ورانت سوال وقتی که ما میخوایم سوال گذاریم ما فعل یاری دهنده to be رو پیش از جانشین میگذاریم در اینجا و بعدا جانشین میاد و بعدا کلمه. مثلا was Medina there 2 days ago. آیا مدینه در آنجا 2 روز پیش بود؟ یا اینکه were doctor there 2 days ago. آیا دکتر در آنجا 2 روز پیش بود؟ و اگر شکل جمع باشد یعنی were they there 2 days ago. آیا آنها در آنجا 2 روز پیش بودند؟ در این حالت ما از کلمه were استفاده می‌بریم. یعنی were برای شکل جمع است، در جانشین های شکل جمع است و was برای جانشین های شکل تنها. و اکنون میگذاریم با استفاده فعل های درست و نادرست یعنی که regular verbs و irregular verbs در زمان انگلیسی در زمان گذشته. یکم regular verbs یعنی فعل هایی که در زمان انگلیسی درستند و در زمان گذشته شون ed قبول میکنند ما همه آنها را فعل های درست می‌دانیم. یعنی اگر این فعل باشد work در زمان گذشته work it میشود work it و اگر این فعل باشد talk در زمان گذشته talk it میشود. یعنی ما فعل رو عوض نمیکنیم تنها با وی یک حرف ed اضافه میکنیم. هستند باز فعل های نادرست که تماما قاعده دیگر دارند و فعل های نادرست در زمان گذشته تماما یک کلمه نو میشوند. مثلا کلمه نو نیو میشود new یعنی که break broke در زمان گذشته. یکی go went یعنی که eat ate. برای همین فعل های نادرست رو شما می توانید تنها از جدول مخصوصی که هست آیدی irregular verbs شما از آنها می توانید این فعل ها را زیاد کنید و بعدا آنها در زمان گذشته با پرگی استفاده کنید. زمان past simple رو ما در 5 حالت استفاده برده می توانیم و این حالت ها این عمل های گذشته است. یعنی در عمل های گذشته در عمل های که اجرا شده و تمام شده برای نقل کردن یگان حکایه عمل های اجرا شده با ظرف های زمان و برای ابراز کردن یک چند عمل پای در پای زمانی گذشته. و سر میکنیم از اول یعنی از عمل های گذشته رو ما چگونه میتوانیم در این زمان استفاده بریم. مثلا they went shopping yesterday یعنی دیروز آنها با خرید رفتند و این عمل که تمام شد زیرا آنها دیروز رفته بودند. این عمل گذشته است. دوم جای استفاده آن این عمل های اجرا شده است. یعنی عمل هایی که اجرا شده تمام شده بودند و در این حالت ما میتونیم از زمان present simple استفاده کنیم. مثلا many kings ruled over France.
فرانسه رو یک چند شوهای جهان اداره میکردند، شوهای گوناگون اداره میکردند. Many kings ruled over France. آن رو فرانسه رو شوهای گوناگون اداره میکردند، یعنی این زمان گذشته است و عملها اجرا شدن، یعنی این حال آن شوها دیگر فرانسه رو اداره نمیکنند. وارنتی دیگر این برای نقل کردن حکایه است. یعنی وقتی که ما یگان حکایه نقل میکنیم ما همون وقت اون رو باز زمانی past simple استفاده میکنیم. مثلا once upon a time، یک وقت ها، once upon a time there lived a king، یک پادشاه زندگی میکرد، یک پادشاه بود، یعنی there lived a king و ما تمام افسانه رو دوام میدیم نقل میکنیم و همه آن در زمانی گذشته میشود. وارنتی دیگری که ما این زمانی past simple رو استفاده میکنیم این عمل های اجرا شده با ظرف های زمان است. یعنی وقتی که ما یگان عمل رو اجرا شده اش رو اجرا میکنیم و ما ظرف زمان رو اضافه میکنیم که این دیروز بود، یک ساعت پیش بود، یک سال پیش بود، در این حالت نیست ما از past simple استفاده میکنیم. مثلا we went to the park last week. We went to the park last week. ما با پارک هفته گذشته رفته بودیم. یعنی در اینجا ما وقت رو انیق میکنیم که این عمل کی رخ داده بود. We went to the park last week. و آخران جای استفاده ای که ما این زمان استفاده میکنیم این برای ابراز یک چند عمل گذشته یعنی که عمل های پای در پای. مثلا I opened my bag. من سمکه خود رو پوشیدم. Took out my computer. کامپیوتر خود رو برآوردم. Turned it on. اون رو درگیراندم. And sent her an email. و با او یک ایمیل روان کردم. یعنی در اینجا چخلک شما میبینید چهار عمل پای در پای است. من اول سمکه رو پوشیدم، بعدا کامپیوترم رو گرفتم و بعدا کامپیوتر رو گریان کردم و در آخر من با یک ایمیل روان کردم. همه این حالات هایی که ما از آنها استفاده بردیم آنها در زمان گذشته برای حالات های گوناگون استفاده برده میشن و از این رو past simple برای همین گفتیم که یکی از زمان های سر استعمال در زبان انگلیسی است که چگونه که میبینید زیاده از 5 راه استفاده در زبان انگلیسی دارد. این بود دوستان درس گراماتیک و معلومات پورا آیدی past simple. اگر این درس برای شما معقول شد پس این ویدیو رو لایک کنید و این ویدیو رو برای دوستان خود روان کنید و حتما با کانال ما ابونه شید زیرا از چنین درس های گراماتیک هفته دیگر بخبر نباشید. تا درس های دیگر دوستان، بای.